خودت را دوست بدار و کمک کن تا دیگران نیز خود را بیشتر دوست بدارند. سلام بر شما بیننده عزیز، محترم و دوست داشتنی. معظمی هستم، محمود معظمی. این عشق از اون کلمه هایی است که راجبش خیلی صحبت شده. از ابتدای دنیا که بشر خط و بیان و یاد گرفته ازش صحبت کرده تا حالا. واقعا این عشق چیه؟ چه مشخصه‌ای داره؟ عاشق کیه؟ معشوق کیه؟ سر اون ندارم که تو این زمان کوتاه راجب این هم مطلب صحبت کنم. فقط میخوام یک بابی رو باز بکنم که راجبش فکر کنیم، هممون فکر کنیم. بزن بریم عشق. جمال تو عشق است. عشق کدومش چی هست؟ هر کی یه منظوری داره. اما اون عشقی که من امروز قصد دارم با هم دیگه صحبت بکنیم یک مشخصاتی داره. اگر فرض بفرمایید که یکی بگه من ورزشکارم، متناسب ورزشی که میکنه بدنش، رفتارش شکل میگیره. بگیم که روز مشخصه‌ای داره، شب مشخصه‌ای داره. مشخصه عشق چیه؟ اگه ما مشخصه‌هاشو بدونیم، وقت میتونیم بفهمیم در چه مرحله هستیم، چقدر عشق داریم، عاشق هستیم، نیستیم. به نظر من اولین مشخصه عشق دقته. وقتی آدم از چیزی خوشش میاد که بعد تبدیل به عشق بشه، دقتش راجع به موضوع میره بالا. همسرانی که به هم عشق دارن تکون میخوره، میفهمه که این چی میخواد بگه، چرا که دقت دارن. مادر میفهمه بچهش چی میخواد. یک رئیسی که عاشق کارشه، رئیسی که عاشق کارمنداشه، این محیط دوست داره، میفهم از نگاه و رفتار همکاراش میفهمه که الان موضوع چیه. پس اولین مشخصه عشق دقته. اگه گفتی من عاشقم، عاشق کور نیست، عاشق بیناست. اون که کوره یه چیز دیگه است. دومین مشخصه در پیش این دقت میاد شناخته. عشق با شناخت توامه. یعنی عشق محصول شناخته. آدم وقتی یه چیز رو شناخت عاشقش میشه. عشق ها که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. عشق و شهوت فرق میکنه. بد نیست، هر کدوم جای خودش. اگه من نیاز جنسی دارم، اینو نذارم اسمش عشق، هرچند که گرایش و رفتارش مثل همه. عشق از شناخت ناشی میشه. عشق در مکتب کمال فرزند خرده. آدم خردمند عاشقه. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست. عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست. یک گربه، یک سگ، یک پرنده، یک انسان، یک بچه، یک بزرگ، یک سنگ، این همه جلوه معشوقند، به شرطی که عاشق باشی. یک عارف، یک بزرگ، یک وارسته عاشقه چون خردمنده، فهمیده که اگه عاشق باشه لذت زندگی رو میفهمه. عشقی که عشق تو بیچارم کرده، زبونم کرده، در به درم کرده، این عشق نیست. من یه تمنایی دارم، به تمنام نمیرسم، حالت حرمان دارم. من اگر عاشق شما هستم که به نوعی هستم، خوشی من در خوشی شماست، موفقیت من موفقیت شماست. وقتی عاشق همسرمم، عاشق فرزندمم، عاشق نوع بشرم، خوشی اونا رو میخوام. وقتی عاشق دنیام، میخوام دنیا جای بهتری بشه، برگا سبزتر بشن. اون مارمولکه که تو خونه من هست، توی حیات مؤسسم راه میره، دوست دارم بودم سر حال باشه. سمپاشی نمیکنم اونا بین برن، چون اونا هم دوستشون دارم. اونا هم جلوه حقن، اونا هم جلوه زندگی. زندگی فقط مال من نیست، مال همه است. پس دومین مشخصه عشق شناخته. عشق توأم با شناخته. سومین مشخصه عشق
شادیه. حضرت مولانا به وجد می آمدن، می رقصیدن وقتی حرف از معشوق می زدن. چرا؟ عشق خاصیتش اینه. مگه میشه من یه چیزی رو دوست داشته باشم خوشحال نباشم؟ مگه میشه من یه چیزی رو دوست داشته باشم دیدنش لذت نبرم؟ مگه میشه که من عاشق باشم بر جهان و از بودنم لذت نبرم، از اینکه هستم لذت نبرم، از اینکه نفس میکشم لذت نبرم؟ عشق توأم با شادیه. هر وقت از عشق یاد کردیم با سوز و گداز و ناله و غم و قصه، حرمانه، دوریه. اشکال نداره آدم وقتی چیز دوره ناراحته، ولی عشق نیست. عشق محرکه، راه میندازه، برعکسش ترس آدم میستونه. عشق مشخص بعدی شجاعته. آدم عاشق شجاعه. اگه ترس زیاد تو زندگی اون باشه عشق میره بیرون. کسی که همش رو مصلحت داره فکر میکنه، اینو بگم ناراحت میشه، اونو بگم ناراحت میشه، اگه اینو بگم چی میشه، اگه اونو بگم، این عشق کلش میپره. اینجاست که ما ممکنه فکر کنیم عشق و خرد در تضادن. اصلا هم چیزی نیست. آدم خردمند یک معنایی رو در نظر داره، به چیزای کوچیک توجه نمیکنه و شجاعه. ترس نداره از اینکه خودش باشه، ترس نداره از اینکه بیان بشه، ترس نداره از اینکه ابراز بکنه. جوامعی میتونن عاشق‌تر باشن و شادتر باشن که ترس توش کم باشه، مردمانش شجاع باشن. شجاعت به معناست که دل شیر رو پاره کنی. شجاعت به معنایی که خودتو بپذیری همونطور که هستی. شجاعت به این معنا که عقیده و بیان تو احترام بگذاری، نه که تحمیل کنی. بگی من عقیده‌ام اینه، فکرم اینه، باورم حتی اینه، من اینطور زندگی میکنم، ولی به این معناست که من حقم شما ناحقید. این عشق اینطوریه. عشق محرکه، راه اندازه. وقتی عشق به یه چیز داری راه میفتی. عشق گذشت میاره، توقع نمیاره. اونهایی که میگن من عاشق تو هم، پس تو چرا به من وفا نمی‌کنی؟ چرا دختره رو کشتی؟ من عاشقش بودم رفت زن یکی دیگه شد. تو عاشقش بودی یا می‌خواستی تملکش بکنی، مالکش بشی؟ خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خویشی نه در بند دوست. اگه من رفتم عاشق خانومی شدم، عاشق آقایی شدم و میگم به خاطر من زندگی تو به هم بپاش، هر کاری من میگم بکن، با مام بابات قهر کن، خونه اونا نرو، من در بند خودمم، در بند خواسته های خودمم. چرا منتشو سر دیگران میذارم؟ خلاف طریقت بود کولیا، تمنا کنند از خدا جز خدا. گر از دوست چشمت بر احسان اوست، تو در بند خویشی نه در بند دوست. اشکال نداره من دوستم احسان بخوام، ولی دیگه اسمش عشق نذارم. بگم من یه نیازی دارم، خواهش کنم نیاز منو برآورده کن، ان شاءالله اونم برآورده بکنه، ولی اسمش عشق نذارم. عشق بی‌نیازی میاره. وقتی من عاشق چیزی هستم، از خوشی اون خوشحال میشم، از لذت اون لذت میبرم. من از اینکه فرزندانم رشد کنن، فرزندان دنیا رشد کنن، فرزندان شما رشد کنن، من خوشحال بشم، خوشحالم میشم و کمکشون کنم که پروبال بگیرن، دنیا رو جای بهتری بکنن. اگه همسر من رشد کنه، چیز یاد بگیره، از من سر بشه، چه اشکال داره؟ من از اینکه این درخت رشد میکنه لذت میبرم. اگر تمنا داری اشکال نداره، بگو من تمنایی ندارم، دیگه منت نذار که من تو رو دوست دارم، پس تو چرا این کارو میکنی؟ تنگ چشمان نظر به میوه کنند، ما تماشا کنان بستانی. حتما لازم نیست این باغ مال من باشه که، همین که میوه رو بهش میبینی لذت ببر، چقدر قشنگه، قرمز، سبز. همین که این درخت سالمه لذت ببر، نباید حتما مال من باشه. عشق مالکیت نداره که. ما به قراردادها احترام میذاریم. وقتی ما قرارداد بستیم که همسر بشیم، با همیم. اگه نمیخوایم با هم باشیم، باید قرارداد اول فسخ کنیم، نه که وسطش بزنیم بریم تو صحرا. ولی عشق چیز دیگری. ممکنه من احساس کنم که با این همسر نمیتونم زندگی کنم، خانم بدی نیست، منم مرد بدی نیستم،
بهشم احترام میذارم، ایشون هم به من احترام میذاره، خب جدا میشیم، منافاتی نداره. پیوستن با عشق رابطه‌ای نداره. میتونیم عاشق باشیم بپیوندیم، میتونیم عاشق باشیم نپیوندیم، همینطور دوستش داشته باشیم. اگر شما به کوه نگاه میکنید، به منظر نگاه میکنید، به این گل نگاه میکنید، لذت میبرید، آیا اون کوه باید بلند شه از شما تشکر کنه؟ مشخص دیگره. عشق این است که لذتش و پاداشش در خودشه. عشق یک توانایی است نه ضعف. عشق یک پتانسیله. گویند سعدی روی سرخ تو چه زرد کرد، اکسیر عشق در مسم آمیخت زر شدم. این زردی بی اعتباری نیست، این اعتباره. من مس بودم طلا شدم. عشق آدمو طلا میکنه، اکسیره. اگه عشق منو بیچاره و زبون کرد، یه جای کار اشکال داره. احتمالا من هرمان دارم، یه چیزی رو میخوام نمیتونم به دست بیارم، لطفاً اسمشو عشق نذارید. ما میتوانیم عشق رو تمرین کنیم. بهتون پیشنهاد میکنم کتاب هنر عشق ورزیدن رو مطالعه بفرمایید، از نوشته‌های اریک فرامه. ترجمه‌های متعددی هم در فارسی شده. عشق تمرین میخواد، عشق حوصله میخواد، متانت میخواد. باید قیمتشو بدیم، صبر کنیم تا به میوه بنشینه. ما عشق حقیقی رو، جلوه هاشو میتونیم در تمام زمینه های زندگی پیاده کنیم. میتونیم عاشق همسرمون باشیم که چه بهتره باشیم، میتونیم عاشق فرزندانمون باشیم، میتونیم عاشق نوع بشر باشیم. اگر من و شما عاشق فرزندمون هستیم، فرزندمون رو دوست داریم، آیا تربیتش نمی‌کنیم؟ آیا آرایشگاه نمیبریم موهاشو کوتاه کنه، حمامش نمی‌کنیم؟ عشق با ببعی بودن و ماستوا رفته بودن فرق میکنه. عشق هدفمنده، عشق قدرت میده به من. اگر من و شما بچه‌مون رو نمیبریم واکسن بزنیم، مگه نمیبریم آمپولشو بزنیم؟ مگه دواشو به زور تو حلقش نمیکنیم؟ از عشق، نه از نفرت. گاهی در عشق شما لازمه قطع کنی یه چیزی رو. پزشک عالی قدری که عاشق کارشه، عاشق مریضشه، عاشق حرفشه، میشکافه، میبره، قده رو در میاره، بعد میبنده. هنوز عشق داره. گاهی موقع عشق تو هم با جدیته، گاهی موقع عشق تو هم با انضباطه. عشق بی انضباطی نداره که بگیم حالا ما عاشق شدیم توی لباس نمیپوشیم و بی اعتناییم. اصلا این چیزا نیست. لااقل به دیدگاه من و در مکتب کمال اینطور نیست. وقتی آدم عاشق یه چیزی میشه بهش توجه میکنه، مواظبتش میکنه، دقتش میکنه، تمیز نگرش میداره. عشق زیباست. من تصور میکنم اگر انسان‌ها به اندازه کافی خردمند بشن، کاری جز عشق ورزی نخواهند کرد. و توضیح بدم فرق میان عشق بازی و عشق ورزی. یه روزی اجازه بدید داستان کوتاهی براتون بگم، قشنگه. یک روزی در خدمت استادمون بودم، صبح زود میرفتم اونجا براشون نون میبردم، نون تازه میبردم. دوست داشتم نون تازه بخورن. رابطه خوبی هم بین ما بود. یه روزی که اصرار کردن که من صبحانه مهمانشون باشم، پذیرفتم و رفتم. صبحونه که خوردم، وقتی خواستم برم، قیافه نورانی قشنگ و مهربونشون رو الان جلو چشم هست. در حالی که منو بدرقه میکرد، درو باز میکرد که من بیام بیرون، خدمتشون عرض کردم که استاد جان خیلی شما رو دوست دارم. با اون چشمای ریزشون، با اون ابروهای پرپشت سفیدشون یه نگاهی به من کردن و گفتن که خوش به حالت محمود خان.
بعد قش خندیدن. منم خندیدم. خب نمیخوای سوال کنی چرا خوش به حاله؟ گفتم حتما حکمتی توشه که بهم میگی خوش به حالت. خب نمیخوای بپرسی حکمتش چیه؟ گفتم بفرمایید، خیلی خوشحال میشم یه چیزی جدید یاد میگیرم. گفت محمود خان، وقتی تو منو دوست داری، تو به من یه قدرتی میدی، یه قدرتی اختیاری تفویض میکنی که تو رو خوشحال کنم. من پیرمرد. وقتی منو دوست داری، قدرت در توه نه در من. امتیاز در توه نه در من. خوش به حال کسی که عاشقه، خوش به حال کسی که دوست داره. و متاسفانه برعکسش، اگر از کسی چیزی بدت بیاد، به اون چیز یا کس اختیار میدی، وکالت میدی تو رو ناراحت کنه. و این ضعف در توه. عادت ندارم دست کسی رو ببوسم، ولی خیلی ازشون تشکر کردم، روی ماهاشون رو بوسیدم که این درس بزرگ رو به من دادن. وقتی عاشقی قدرتمندی، وقتی نفرت و خشم وجودتو پر کرده آدم ضعیفی هستی. هیچ وقت به خشم و قهرت افتخار نکن که به عشق و محبتت بسیار باید افتخار کنی. آدم‌های محب و مهربان هستند، آدم‌های ضعیفی نیستند. به یه مرتبتی رسیدند که جفا بریم و ملامت کشیم و خوش باشیم که در طریقت ما کافری است رنجیدن. معظمی هستم، محمود معظمی. تا دیدار شما در برنامه بعدی، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. دلی شاد و لبی پرخنده براتون آرزو میکنم. خدا نگهدار.